عبادت به کی میشه؟ به الله یا به غیر الله؟ اینه انسانی که عقیده خوانده عبادت خدا فقط برای کی میکنه؟ به الله میکنه. امی ذکر عبادت است یا نه؟ امی زبان خدا به ذکر کی تر نگاه کنیم؟ الله. اما اگر یک نفر که خیس ماز بگه پیر صاحب پیر صاحب بابا کلان ما بود، خوب عالم بود، خانه ما یک میمان هم بوده بود. خب ای که خیس ای خانم دیگه از اطراف همه چه پیر صاحب باز پسش گفت وای پیر صاحب. آخر رو برش گفت فبکی سنکی پیچه سفیده گفت همی پیره برات چوی نگیریم. این حسابش بسیار خراب. گفت چرا؟ گفت دمیدان تو بیخی پیر شیشته. بگو یا الله، بگو یا الله، پس که شیشته بگو یا الله، ذکر است یا الله یا الله، بگو نام الله را باندی نام ازیره. آخر بگو وی مولای صاحب چی میگی و مولای چقدر خوش دارم چطور است چنان است. این حال چی است که شیطان انسان زبانش از الله با کی روی دور میته؟ به غیر الله. صحیح شد نه؟ خب اول در توحید عبادت سوال ای باید میشه که عبادت باید به کی بکنیم. پس انسان مسلمان میفهمه که یکی عبادت به الله هست، دیگه عبادت به غیر الله هست. و انسان مسلمان عبادت برای کی میکنه؟ به الله میکنه و به غیر الله عبادت نمیکنیم.